توی صرف افعال بی‌قاعده در زمان حال ساده مثل افعال با قاعده ریشه و بن رو پیدا می‌کنیم. به این طریق که ا و ان آخر فعل رو حذف می‌کنیم و ریشه فعل به دست میاد. اینجا چند تا فعل مهم و پرکاربرد رو براتون نوشتم. فعل ذهن، فاغن، لسن، ایشلافن و اسن. توی افعال بی‌قاعده دو نوع الگوی تغییر داریم که توی تغییر اول ا تبدیل میشه به ای یا ایه مثل فعل ذهن و توی تغییر دوم آ تبدیل میشه به اوملات مثل فعل فاقن که توی اسلایدهای بعدی براتون توضیح دادم. این تغییرات الگو هم فقط توی ریشه دوم و سوم شخص مفرد اعمال میشه و بقیه مثل افعال با قاعده صرف میشن. صرف فعل ذهن رو نوشتم که اگر دقت کنین ا تبدیل شده به ایه و این اتفاق فقط توی دوم و سوم شخص مفرد افتاده و صرف بقیه افعال مثل افعال با قاعده است. اینجا هم فعل فاقن صرف شده که توی دوم و سوم شخص مفرد آ تبدیل شده به آملات. افعالی هم داریم که به افعال کاملا بی‌قاعده معروفن مثل فعل زاین، هابن، ودن. فعل زاین رو صرف کردیم ich bin, du bist, sie, es ist, wir sind, ihr seid و sie sind. این هم صرف فعل هابن. ich habe, du hast, sie, es hat, wir haben, ihr habt و sie haben. و فعل ودن ich werde, du wirst, sie, es wird, wir werden, ihr werdet, sie werden.